در پی تیرپرانی در توی دامادی و عروسی زادگان تاجیکستان در شهر پوشکین ایالت مسکو 10 نفر با شمول داماد و عروس و میهمانان این توی بازداشت شده. دادگاه شهر پوشکین اخیراً 3 نفر آنها از جمله داماد را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. 7 دستگیر شده دیگر از جمله عروس همچون شاهد میگذارند. در رابطه با این تیرپرانی که روز 10 نوامبر سال 2023 در جریان توی صورت گرفت، بر اساس قسم 2 ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام اوباشی گروهی با استفاده از سلاح پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون همچون جزا جریمه بزرگ به مبلغ از 500,000 تا 1 میلیون روبل تا 5 سال کارهای اصلاحی و حتی تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. در ثبت ویدیویی که در اینترنت نشر شد دیده می شود که داماد برابر از منزلشان در بنای بسیار قبطه در شوروی یارسلاو شهر پوشکین بیرون برآوردن عروسش الکی در درآمدگاه این بنا به تیرپرانی شروع میکند. در ادامه ویدیو دیده می شود که عروس نیز در کنار راه همراه داماد از ماشین بیرون برآمده به هوا تیر خالی میکند. 2 نفر از شدگانش جمله داماد زادگان تاجیکستان بوده. دستگیر شده سوم یک میهمان توی از مولدووا بوده است. آنها در بیانات خود گفتند که از سلاح غیر جنگی و فقط به هوا تیر کشودند. داماد بیانات داده است که بار اول برابر از درآمدگاه بنایش برآمدن به هوا تیر خالی کرد، ولی پیش از تیر کشودن به اطراف نگاه کرد که یگان کودک نباشد. بعدا بر اساس بیاناتش داماد در پایان شوروی یارسلاو در راه به سوی قهوه‌خانه‌ای که توی باید دایر میشد بازم به هوا تیر خالی کرده است. هم داماد و هم میهمانان توی گناه خود را پورا اعتراف و از کار کردهشان صدقاً اظهار پشیمانی کردند. تیرپرانی در توی‌های دامادی و عروسی بیشتر خاص خلق‌های منطقه قفقاز شمالی بوده. در آن جهات و مقامات به این خواهش تیراندازی داماد و دیگر میهمانان توی‌ها از پس پنجه نگاه میکنند و در رابطه با چنین قضیه‌ها چاره‌های قانونی نمی‌اندیشند. وقت‌های آخر برخی زادگان آسیای میانه از جمله زادگان تاجیکستان نیز به پیروی از این عنعنه رایج در قفقاز شمالی در روز توی خود، البته اگر تویشان در روسیه دایر شود، بعد از سلاح تروماتیکی گرفته برای نمایش شادی و وجه خود به هوا تیر خالی میکنند. در خود کشورهای آسیا میانه از جمله در تاجیکستان مقامات میلیسه چنین کوشش‌های بازی با اسلحه در روز توی را با جزاهای شدید پیشگیری میکنند. دل بسیاری‌ها حالا به داماد میسوزد که مجبور است ماهی اصل خود را نه در کنار عروس دوست داشته‌اش بلکه در پس پنجره سزا سپری کند. ولی در همین حال کانال‌های ملتگرایان روس از آن اظهار ناراضگی کردند که چرا دادگاه شهر پوشکین عروس را که هم در روز تویش تیرپرانی کرده بود به حبس نگرفته است.